مقامات تاجیکستان میگویند یک ساکن کشور را از اسارت آدمربایان در افغانستان رها کردند. میرمد براتوف 30 ساله ساکن ناحیه مرزی شوراباد را مرزبانان تاجیک و افغان در یک عملیات مشترک در قلمرو افغانستان آزاد کردند. شهروند جمهوری تاجیکستان براتوف میرمد صحبتویچ از گروگانی آزاد کرده شد. این شهروند سنه 2 نوامبر سال 2013 از جانب گروه مسلح قاچاقبران افغان تحت رهبری غایب ولد غلام رسول مشهور با تخلص کوری غایب استقامت کننده قریه وندیان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان افغانستان به گرو برده شده بود. میرمد براتوف را گروه از افغانهای مسلح اولهای ماه نوامبر گروگان گرفته و از والدانش $20,000 خواسته بودند. این حال معلوم نیست که میرمد براتوف را با معامله با آدمربایان آیا با زور از دست آنها رها کردند. وکیلان دفاع زید سیدوف وزیر سابق صنعت تاجیکستان با ارسال نامه به نام رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند که در محاکمه عادلانه صاحبکار شناخته مساعدت کند. به گفته وکیلانش زید سیدوف بیگناه است ولی دادستانها و دادرسا او را غرضمندانه محاکمه می‌کنند. اون دلیل ها که اویدی تقلبکاری داشتن این پرونده جنایتی و اون دلیل هایی که بیگناهی زید شرش رو اثبات نماید با سود پیشکش کردیم، اما از طرف سود اون قبول کرده شد لیکن به بررسی ماننده شد. مقامات انتظامی تاجیکستان زید سیدوف را به رشوه‌خواری، تجاوز به ناموس و جنایت‌های سنگین دیگر متهم می‌کنند ولی خودش میگوید اتهامات انگیزه‌های سیاسی دارد. این صاحبکار شناخته را بعد آن بازداشت کردند که گفت می‌خواهد برای اصلاح وضع کشور حزب با نام تاجیکستان نو تأسیس دهد. یک پژوهش تازه نشان داده است که در تاجیکستان خودکشی در میان نورسان و جوانان زیاد شده است. در ولایت سوخت سالانه از میان 100,000 نورس و جوان 10 نفر آنها قصد جان خویش می‌کردند که نظر به سالهای گذشته زیاد است. مسئله مذکور در نشست در شهر دوشنبه بررسی شد و از جمله گفتند که جوانان و نورسان تاجیک به علت بیماری‌های روحی یا جنجال خانوادگی، ازدواج‌های مجبوری و عشق ناکام خود را می‌کشند. در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه نخستین بار نمایش لباس‌های نو با شرکت کودکان معلول برگزار شد. در برابر دختران قامت بلند 17 نورس و جوان معلول در این روز مجموعه از هنر دست خورشید ستارов طراح جوان تاجیک را به بر کرده و به حاضران نمایش دادند. برنامه مذکور در مهمانخانه حیات ریجنسی صورت گرفت و به گفته برگزار کنندگانش هدف از آن سرجم کردن افراد معلول و بالا بردن مقام آنها در جامعه است. اخبار و ویدیوی از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.